سلام به همگی، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. اسم من ارسلانه و امروز میخوایم با همدیگه بریم سراغ جدا کردن PHP از تمپلیت. توی ویدیو قبلی ما با همدیگه یه دونه فایل index.php ساختیم که خب حالا شامل یه سری HTML بودن، یه سری PHP داشت و در نهایت یک فوریشی میزدیم حالا روی یک آرایه‌ای که داشتیم و یه سری دیتا رو نشون میدادیم. کاری که الان میخوایم بکنیم اینه که بیایم اینها رو از همدیگه جدا بکنیم. جدا کردن اینها از هم دیگه باعث میشه که خب ما یکم بتونیم کدوم خانه‌تر باشه، منطقه جدا باشه. اگر یه موقع نیاز داریم که یه چیز PHP رو تغییر بدیم، خیلی دقیق میدونیم که کجاست و میریم فقط همون رو تغییر میدیم. نیازی نیستش بیایم توی فایلی که مثلا قرار خیلی بزرگ باشه و اونجا بگردیم دنبال این که خب حالا چی رو میخواستم تغییر بدم. و به خانه بودنمون به طور کلی خیلی کمک میکنه. اینی که اینی که شما میتونید HTML رو داخل PHP بنویسین و با همدیگه همزمان استفاده کنین، خب خیلی مزیت خوبیه. همینی که اینجا مثلا ما میتونیم اینقدر راحت یه فوریچ بزنیم اینجا، یا مثلا حالا خیلی کارهای دیگه که میشه انجام داد، خب این قطعا یه خوبیشه. ولی دلیل نمیشه که ما بخوایم تمام منطق PHP مون رو اینجا بذاریم. میتونیم اون چیزایی که لازم داریم رو بذاریم اینجا بمونن، اون چیزایی که نیاز نیست رو جدا بکنیم. خب حالا برای جدا کردن کاری که انجام میدیم، اولین کاری که انجام میدیم اینه که میایم این قسمت این رو برمیداریم. فقط من یه دونه این PHP رو اینجا دوباره بذارم که برای این قسمت مشکلی به وجود نیاد. اینی که برداشتیم رو میایم این بالا میذاریم. یکی از راههای جدا کردن PHP اینه که خب اون قسمت منطقمون رو اون بالا بنویسیم که خب این یک لول بهتره. الان ما حداقل این شکلیه که میدونیم منطقمون این بالاه و HTML مون این پایینه. این قسمتی که خب یه دونه PHP داریم که ما داریم ازش استفاده میکنیم، این قسمتی نیستش که نیاز باشه ما بخوایم این رو تغییرش بدیم. چرا؟ چون که این چیزیه که عملا این داره با یه فوریچ برای ما یک سری HTML میسازه. بنابراین خب این میشه گفت یه جوری جزوی از HTML و خب ما نمیتونیم این رو بیایم تغییرش بدیم. خب تو این حالت الان اتفاقی که میفته اینه که خب ما منطقمون جدا یه مقدار راحت تره، ولی همچنان اون بزرگی فایل رو داریم و اگر که یک مقداری این فایل اون بزرگتر بشه، یه سری چیزای بیشتری رو بخوایم نشون بدیم، خب این خیلی میتونه بزرگتر بشه و خب خوب نیستش این داستان. برای این کاری که انجام میدیم، میایم یه دونه فایل جدید میسازیم به اسم index. اینجا شما میتونید بنویسین view.php، میتونیم بنویسیم template.php، میتونیم بنویسیم html.php. من خودم ترجیحم view، چون که حالا در ادامه که پیش بریم توی فریم ورک های مختلف میبینین اسم view خیلی استفاده میشه و خب من خودم با view راحت تر. دلیلی که اسمش رو گذاشتم index.view.php اینه که خب من میخوام محتوای صفحه ایندکس هم رو ببرم اونجا و چون میخوام اون محتوا رو ببرم باید انگار دارم هم اسم میذارم که بتونم این رو تشخیص بدم که آقا محتوای این تو این فایل قرار داره. حالا کاری که انجام میدیم اینه که کل این قسمت HTML مون رو برمیداریم و میبریم اینجا پیستش میکنیم. خب این قسمت رو من بهتون توضیح بدم. اینجا یه وارنینگی برای من آورده. شما وقتی که یک فایلی دارین که تماما داخلش PHP نوشته شده، نیازی ندارین دیگه بستن تگ PHP رو بنویسین و این میتونه اینطوری فایل باز باشه و شما هر چقدر بنویسین اون خودش PHPه، جزو استاندارد هاست و خب همه رعایت میکنن. خب حالا اگر که براوزرمون رو باز بکنیم میبینیم که یک صفحه سفید داریم. چرا؟ چون که خب اینجا ما فقط این فایل PHP مون صرفاً یه سری کتاب رو تعریف کرد و یه سری فیلتر انجام داد، ولی هیچ اطلاعی نداره که آیا اون ویویی که میخواد اینو نشون بده کجاست و یا چه جوری میتونه از اون استفاده بکنه. این رو ما باید بهش بگیم. حالا چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اینجا یک دستور include و یا require رو میتونیم استفاده بکنیم که خب من از دستور require استفاده میکنم و اینجا بهش میگم index.view.php رو شما require بکن. اگر که بیام اینجا رفرش کنم میبینیم که اون چیزی که قبلا داشتیم اومده. انگار اتفاقی که میفته این صفحه ران میشه، اون آیتم ها ایجاد میشن، این صفحه فراخوانی میشه که شامل اینه. قسمت خوب داستان اینه که تمام متغیرهایی که ما داخل این فایلمون تعریف میکنیم داخل این فایلی که ریکوایر کردیم قابل دسترسی هن و ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. حالا فقط یه نکته رو هم بهتون من بخوام بگم در ادامه،
این قسمت الان خب میبینیم برای چی من گفتم که تعریف شده و خب اینجا هم واقعا تعریفش کردیم و ریکوایرش کردیم. چرا این قسمت نمیاد اینجا و این علامت قرمز داره؟ این توی PHP Storm یک مشکلی که داره اینه که نمیاد اون چیزهایی که ریکوایر شدن رو بخونه و بعد بره ببینه که خب مثلا این متغیر تعریف شده است. این رو به عنوان متغیر تعریف نشده میشناسه. کاری که ما میتونیم انجام بدیم برای این، وارد ستینگ میشیم، بخش ادیتور و اینسپکشن، اینجا PHP رو پیدا میکنیم، بازش میکنیم، قسمت undefined symbols و در نهایت قسمت undefined variable. این قسمت search for variables definition outside the current file. داریم میگیم برو فایل های دیگر رو هم برای این variable ها بخون، ببین که پیداشون میکنی یا نه. که خب اگر که من اینجا اوکی کنم میبینیم که این رفته و اینو میشناسه. یه کار دیگه هم که انجام میدم اینه که این رو یکی میارم عقب‌تر که یه مقداری بهتر باشه و این شد از ریفکتور ما الان با هم دیگه منطق PHP مون رو از قسمت HTML مون جدا کردیم. تنها قسمتی که باقی موند همین قسمت فوریچه که خب این هم به دلیل اینکه این داره عملا یک HTML رو میسازه و رندر میگیره نیازی نیستش که ببریمش و بردنش فقط کارو پیچیده تر و سخت تر میکنه. خب تو این ویدیو ما با هم دیگه یاد گرفتیم که منطق PHP مون رو از تمپلیت یا ویو صفحمون جدا بکنیم و عملا HTML مون از PHP مون جدا باشن. توی ویدیو بعدی میخوایم بریم سراغ این که بتونیم چند تا صفحه رو به هم دیگه وصل بکنیم و عملا پیج لینک های مختلفی داشته باشیم و بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اگر نظر یا پیشنهادی دارین توی کامنت ها بهم بگین. لایک و ساب فراموش نشه. لبتون خندون. تا ویدیو بعدی. فعلا.